حضرت میگه لا فقر مع الزحو. همین کسی که زحو را ترک نمیکنه هرگز فقیر نمیشود. الله اکبر. این قجون میکنن پیش ساحر و جادوگرو میروند که برای کشایش کار تمار مبتین خاک و بلا مبتین آوارا میبرند در بالای بارهاش میچوشن که سودا درست شود. آخر مردم اگر بفهمونن که شخصی که نماز ضحی میخونه هرگز فقیر نمیشود مگر نماز ضحی را ترک میکنن. هیچ وقت ترک نمیکنن. حضرت صلی الله علیه و سلم وصیت کرده است امت که همین درکت نماز ضحی را بخونید. حضرت ابو هریره را تاکید کرد. اوصانی خلیلی دوست میگه وصیتم کرد. این نماز بزرگترین نعمت پروردگار است. این اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاح. حضرت میگه فردا روز قیامت اول چیزی که از بنده بازجویی میشود، اول چیزی که محاسبه میشود بنده، مقصد که ریویزیا میشود از عملهاش نمازش است. فان صلحت فقط افلح و انجح. اگر از امتحان نماز گذشت، امتحان نماز سپارید، این بنده رستگار شد، جانش خلاص. و این فسدت فقط خواب و خسیر. اما خدای نکرده اگر امتحان نماز سپاریده نتونست، اوهی اولین امتحان ای امتحان یکم که غلط دی یا او امتحان ها چی فایده میده؟ در دوره هم سویتی امتحان یکم اینشا بود. بیچاره همه پانو را خشرو از یاد کردگی توری در همین اینشا بهای دو میگیره. آخی بود که اون بدونستگیش فایدهش نمیکنن. اما اینشا همین نماز ای اول امتحان همی ای. و حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که فإن نقصت عن صلاته شیء یقول الله تعالی انظروا هل لعبدی من تطوع. اگر مبادا نماز یگان جاش نقصان داشته باشه، یگان کمبودی داشته باشه، بعضا میشه ترک واجب میکنیم نمیدونیم یا فراموش میکنیم که سجده سهو کردن لازمه، نماز با نقصان انجام یافت کو، یا که سنت مؤکده را ترک میکنیم او نماز با نقصان شد کو. همین اگر به شرطی که نماز نقصان پیدا کرد، میگه پروردگاری رب العزت میگفته است که انظروا ملائکه را نگاه کنه هل عبدی من تطوع. آیا همین بنده من نمازی تطوع داره؟ نمازی تطوع این همین نمازهای نافله ای کو ببینه هم یک ورق بزنه نمازی ضحی میخوند، نمازی اوابین داشت، نمازی تهجد میخوند. خشاب به حال کسی که داشته باشه به همه میگن همون ناقصای نماز کامل میکنن، به همه پر میکنن. برای همین سعی کنه برادر عزیز این نماز بخونه. یک ذوق رغبت داره که یک امخته بشه دیگه تو نخونیش آرام نمیگیری. الحمدلله آدمای خیلی کار میکنن و عذر دارن، اما اکثر مردم هم بیکارن کو اختیار شده دستی خودشونه. تنبلی نکنه بعدی بامدو داره خوب کردن در کار نیست. همون کسایی که اختیار در دستی خودشونه صبر کردن در کار، نماز ضحی را بخونه، دعا کنه، بعد انشالله اگر وقتت خالی زیاد تا میل خواب داری خواب قیلوله که انشالله هم راحت میکنی و هم انشالله ثواب میگیری. دوم وصیتی که حضرت صلی الله علیه و سلم کرده است برای حضرت ابو هریره و در شخصیت ابو هریره برای همه ما و شما، برای تمام امتاش، صیام ایام البیض، روزه 3 روزی مابین ماه. ولی زمانایی که رمضان فرض نشده بود حضرت صحابی‌ها را امر میکرد که همین نماز بخونه. روایت ابوذر غفاری است میگه امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بصیام ایام البیض. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همین روزه 3 روزی ماه ما را امر میکرد. ما صحابه را میگه 13 و 14 و 15 13 ماه، 14 ماه، 15 هر ماه. یعنی هر ماه 13 14 15 کسی روزه میگیره خشاب به حالش گویا تمام سال روزه گرفتگی ای. همین یک حسنه 10 ثواب داره. الحسنه بعشر امثالها. همین 3 روز اگر روزه گرفتی تو گویا 30 روز روزه گرفتی. و همین هم خودش 30 روزه گویا تمام سال تو روزه داری. حضرت از تمام سال روزه داشتن من میکرد، اما
ببینه که خدای تعالی برای امتهای محمد صلی الله علیه و سلم چی نعمتی را پیشنهاد کرده است که دور نزن همه هر ماه 3 روز روزه بگی تو گویا که تمام سال روزه گرفته. یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم با نام عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما، حضرت عبدالله خچم صحابی است، پدرش عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه هم صحابی است. میگه که همه حضرت روزه را دوست می داشته است، جوان بوده با قوت بوده روزه می گرفته است دائم. یک روز خبر به حضرت صلی الله علیه و سلم میرسه، به حضرت صداش کرد گفت یا عبدالله من شنیدم که تو همه دائم روزه میگیری. گفت یا رسول الله خداوند قوتم داده است طاقت دارم روزه میگیرم. گفت این کار نکن، این لجسدک علیک حقا ولی عینک علیک حقا ولی زورک علیک حقا ولی زوجک علیک حقا. همین جسد گفت در ذمه تو حق داره. وقتی سال 12 ماه که روزه گرفتی بخوای نخوای آدم افگار میشود، ویتامین کافی نمییابه. همین چشم در ذمه تو حق داره، همین روشنایی چشم نوری چشمم از حساب همون ویتامینا میشود که وقتی نرسید همین هم خیره میشود ایستا ایستا. مهمان در ذمه تو حق داره. آخه خونت مهمان میاد خانه آباد دهنت بستگی بیچاره مهمان هم خجالت میکشه او خود بخوره. زنک در ذمه تو حق داره. ای تروز تو بگر روزه میگیری شب دیگه گوساله سیبخیر وری دروز میکشی خوب میکنی، او زنک هم حق طلب میکنه. این کارا نکه. گفت هر ماه 3 روز روزه بگی برات کافیه. این همه ایوم 20 روزه بگی 13 14 15 هر ماه. الحسنات بعشر امثالها. خدای تعالی میگه حسنه 10 ثواب داره. انشالله تو گویا تمام ماه روزه گرفتگی. و گفت که یا رسول الله من قوت دارم از این بهتر روزه بگیرم. و قوترم حضرت گفت در اون صورت صوم یوما و افطر یوما، یه روز روزه بگی یه روز بخو. اینا یه روز بگی و یه روز بخو اگر بسیار زور باشه. ایتا یکشی بد نگی. و گفت یا رسول الله من عیده بهتر گرفته میتونم. گفت عیده دیگه بهتر نمیشوه. افضل الصیام الی الله صیام داوود علیه السلام کان یصوم یوما و یفطر یوما. از همه بهترین محبوبترین افضلترین روزه در پیش الله ذوالجلال روزه حضرت داوود علیه السلام بود. حضرت میگه یه روز روزه میگرفته است یه روز میخورده است، یه روز روزه میگرفته است یه روز میخورده است. ولی اما روزه ششک مردم میگیرن، اکثری مردم خیال میکردن که اینا باید پای در پای بگیری. همین پای در پایی نداره برادرای عزیز. پای در پای فقط روزه فرض رمضان، پای در پای روزه کفارت برای شخصایی که به عذر یگان روزی رمضان میخرن، انمو کفارت پای در پای ایدم با پای در پای. پای در پای کفارت قسم. شخصی که پول نداره مثلا 10 مسکین طعام دادن نمیتونه، سر پا کردن نمیتونه، همون مقصد که فمن لم یجد فصیام 3 ایام 3 روز میگیره. همیشه صحابه میگن که 3 روز پای در پای میگیره. حتی در مصحف ابن مسعود متتابعش هم اومدگی پای در پای گرفتنش. دیگه یگان روزه را پای در پای نمیگیرن. همون روزه 6 شوال هم که بعد رمضان میآید بهتر است که جدا جدا بگیرن. نمی روزهای دوشنبه پنجشنبه بگیرن انشالله میشود. همین در طول ماه شوال اگر 6 روز روزه بگیرن سند به جا میآید و از همون پای در پای 6 روز پدریت گرفتن ثوابی بیشتر داره. حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحت کرد عبدالله را، اما همین جوانی یک شعبه دیوانگی ایاخی حقیقتا به قوت بده است، با وجود همین میگه یک سری میکرده است، همین سرکشی میکرده است، روزه میگرفته است. بعد وقتهای آخر وقتی که بسیار ضعیف شید، افگار شید، بعد پشیمان شد. گفت یا لیتنی قبیلت قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای کاش که وای بر من گفت یا لیت قبیلت، ای کاش که من همون مقصد که اجازت پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول میکردم، سخنش میگرفتم، به همون عمل میکردم.